با باراک سینر، پژوهشگر خاورمیانه مؤسسه تحقیقات نظامی خدمات متحد سلطنتی گفتگو کردم و از او پرسیدم که بعد از اجلاس آلماتی به نظر می اومد که فضا مثبت است و همه خوشبین بودند. چطور شد که حالا آقای آمانو ابراز نگرانی می کنند؟ من تاکید میکنم که افراد بیشتر محتاط بودن تا اینکه خوشبین باشن. پنجه به علاوه یک امیدوار بودن که شاید این تلاش برای صلح در ایران مقداری جدی بشه و فشار تحریم ها در حقیقت ایران رو وادار بکنه که به سمت همکاری با آژانس بره، اما ایران این کارو نکرده و فراتر از اون آژانس هم خیلی کلافه شده از اینکه دسترسی نداره به تأسیسات غنیسازی اورانیوم و مثل تأسیسات پارچین و اونطوری که آقای کری گفتن امروز کلا خطرناکه که این ایرانی ها برای زمان کشتن همینجوری مذاکرات رو ادامه بدن. آقای آمانو خواهان دسترسی سریع بازرسان آژانس به مجتمع پارچین شده. فکر نمی کنید که این درخواست مذاکرات فعلی که بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در جریان هست رو تحت تأثیر بگذاره؟ فکر کنم اصلا اصل نکته اینه که شما نمیتونیم اجازه بدیم که این مذاکرات به جای اینکه جلوی دسترسی ایران به فناوری هسته‌ای نظامی رو بگیره، بلکه تبدیل بشه به یک وسیله‌ای که به ایران اجازه بده زمان بکشه و به اون فناوری نظامی دسترسی پیدا بکنه. ایران داره در حقیقت زمان میخره با خودش به واسطه این مذاکرات و همکاری نمیکنه با جامعه بین‌المللی و البته این ماجرا به واسطه این فرایند چند کشوری داره اتفاق میفته. ولی خب کسی هم نمیتونه قاطعانه بگه که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای هست. تمام این مذاکرات به خاطر این است که این مشکلات رو حل بکنه. ممکنه که مذاکرات همونطور که ایران میگه زمان بر باشه. ولی مخالف این حرف رو هم میشه زد وقتی آقای آمانو با بدبینی میگه که آژانس نمیتونه با قطعیت بگه که ایران به دنبال سلاح نیست و این ترس بزرگیه که همه دارن که اگر ایران در حقیقت جلو بره و این تأسیسات خودش رو باز بکنه و اجازه بده که محققان بین‌المللی وارد این تأسیسات بشن، اون وقت این جامعه بین‌المللی رو آرام میکنه و اون وقت شاید آقای کری دیگه نگران اون بمب ساعتی نباشه. اگر برگردیم به موضوع پارچین، ایران میگه که سایت پارچین یک سایت نظامیه ولی یک سایت هسته‌ای نیست، بنابراین دلیلی هم نداره که آژانس تأکید زیادی بکنه بر اینکه حتما این سایت رو ببینه. قبل از هر چیزی آژانس باید اجازه داشته باشه به هر جایی در داخل کشور اگر که این تهدید وجود داره که تأسیسات هسته‌ای داره ازش سوء استفاده میشه. فکر میکنم که این قابل قبول نیست که ایران داره میگه این یک سلاح نظامیه. در این حال اونها دارن میگن که به دنبال یک برنامه غیر نظامی هستن. شما نمیتونید دنبال یک برنامه غیر نظامی باشید در یک سایت نظامی. از طرف دیگه ایران سانتریفیوژهای خودش رو ارتقا داده تا بتونه تسریع بکنه فرایند غنیسازی خودش رو. این میتونه سرعت ایران رو 3 تا 5 برابر بیشتر از قبل بکنه و این واقعا این حس رو در همه ایجاد میکنه که زمان داره از دست میده. نمیتونید اجازه بدید که توانایی سانتریفیوژها ارتقا پیدا بکنه، فرایند دیپلماسی کند بشه و به این واسطه اجازه بده که ایران جامعه بین‌المللی رو به بازی بگیره. از نکته بعدی این هستش که قبلا هم اتفاق افتاده که ایران تأسیسات غنیسازی رو در مناطقی که خیلی افراد زیادی در اونجا زندگی میکنن و پر جمعیت هستند رو در حقیقت بگذاره. به فردو نگاه بکنید که در قم هست، نه تنها شهر پر جمعیتیه بلکه یک نماد مذهبی هم هست. این کارو میکنن که اگر کسی از غرب خواست حمله بکنه نگران تلفات جانبیش باشه، نگران تلفات نمادینش باشه.
این نشون میده که ایران توجهی نداره به هنجارهای جامعه بین‌المللی. به افزایش سرعت غنیسازی اشاره کردید. بر اساس معاهده NPT ایران براش محدودیتی نیست یا مانعی نمیشه ایجاد کرد که سرعت غنیسازی خودش رو زیاد بکنه؟ البته به شرطی که برای یک برنامه غیر نظامی باشه. در این حال اگر این تهدید وجود داره که ایران بتونه سطح غنیسازی رو افزایش بده که خیلی راحت هست که از 20% به 95% بشه ارتقاش داد و تبدیل بشه به یک دولتی که دسترسی به سلاح هسته‌ای داره، این تهدید رو اگر بگذارید کنار رفتار ایران که انکار میکنه به دنبال چنین سلاحی هست، به فعالیت‌هاش که در اقصانقاط دنیا از تروریسم حمایت میکنه، باعث میشه که بقیه شک بکنن که ایران رفتار مسئولانه‌ای در قبال این تکنولوژی خواهد داشت. باید همه این عوامل رو نگاه بکنید و به یک قضاوتی درباره ایران برسید، نه اینکه فقط به یک جنبه از عهدنامه NPT توجه بکنید. ایران همیشه تاکید کرده که حاضر نیست به سایت نظامی پارچین اونطور که آژانس میخواد دسترسی ایجاد بکنه یا دست کم باید در این باره مذاکره صورت بگیره. فکر نمی کنید که تأکید بیش از حد آژانس ممکنه که تنش‌ها رو زیادتر بکنه در رابطه بین ایران و آژانس؟ نه، فکر نمی کنم که دلیل و علت و معلول رو با هم دیگه قاطی بکنیم. از اون طرف باید به عدم همکاری ایران با کارشناس‌های آژانس توجه بکنیم. این انکار و عدم همکاری ایرانه که اجازه میده نگرانی جامعه بین‌المللی بیش از پیش بشه و باعث بشه که جامعه بین‌المللی ناچار باشه که اقدام بکنه علیه ایران و نه الزاماً فقط تحریم.